دادیا بهزیستی تحویل داده میشه. مسجد در خدمت تولید محلی. اهالی محله جوادیه بیرجند چند روزی است در مسجد محلهشون نمایشگاهی برگزار کردند و تولیدات خانگیشون رو در معرض فروش قرار دادند. همگی حاصل کار اهالی یک محله اند. عرقجات گلاب طبیعیه، تو خونه داریم میگیریم. عرق کاسنی، عرق نعنا، شاطره. اینا روغن زیتونه، از قم آوردم بسته بندیش کردم. این چیزای دورش هم رفتم گرفتم. کمپوت آلبالو شوری دارم، روب محلی دیگه، کمپوت گوجه داریم، حوله آشپزخانه و استخری و دستمال سفره و خشک حمام و دیگه اسکاج و دمکی اینا. غرفه های این نمایشگاه محلی را مسجد جوادیه در اختیار تولید کنندگان قرار داده است. محله اقدام کردیم، یعنی یه محله با هم شدیم، تولید کنندگانی که توی این محله حضور دارن. دوم این که این کسایی که توی نمایشگاه حضور دارن کسایی هستن که شاید برای اولین بارشون باشه که توی نمایشگاه حضور پیدا میکنن، که ما هدفمون همین هستش که این دوستانی که اینجا هستن بتونن درآمد خودشون رو در راستای تولید ملی افزایش بدن. تا الان استقبال مردم چطوری بوده از غرفه شما؟ خوب بوده، خراب نبوده، شکر خدا خوب بوده. آره بسیار عالی بود، با توجه به اینکه اکثر محصولات محصول خود ایرانه و محصول هنر خود خانم‌های هنرمنده. بسیار عالی بود، قیمتاشون هم بسیار عالیه، ضمن اینکه در کنار مسجد هست. ساعت بازدید از این نمایشگاه 16 تا 21 است. نمایشگاه تولیدات خانگی و صنایع دستی محله جوادیه تا 3 مهر ماه دایر است. رضا روحانی، باشگاه خبرنگاران جوان، بیرجند. کلاس‌های درسی که با گذشت 2 روز از آغاز سال تحصیلی پذیرای دانش آموزان نشدند.